سلام و عرض احترام من مهدی آقازمانی رو بپذیرید که در این ساعت میزبان شما خوبان بیننده رسانه تلویزیون اندیشه هستم و این سعادت رو دارم که برای مدت کوتاهی البته به عنوان مجری مهمان برنامه اندیشه با دوستان رو اجرا کنم. برنامه‌ای که برای مدت کوتاهی جاینشین برنامه همصدایی شده تا انشالله در آتیه بسیار نزدیک آنچنان که تصمیم جناب آقای مهندس دورمانی مدیر و صاحب تلویزیون اندیشه هست، برنامه‌ای با حضور چهره‌های فاخر و آگاه بتونه وقت خوب شما عزیزان رو همراه با دانستنی‌ها و آگاهی‌های بیشتر و بهتر از قبل پر کنه. جا داره همینجا از همکار بسیار گرامیمون جناب آقای فروزنده هم به خاطر کمال زحماتی که کشیدن و تجربه خوب خودشون که در اختیار این رسانه قرار دادن تشکر کنم و آرزو کنم که باز هم در برنامه‌های دیگر و در فرصت‌های دیگر سعادت این رو داشته باشیم که از حضور ایشون بهره مند شیم.